السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هستم از شهر فرغان‌تپه، جمهوری ترکستان. میخواهم این صدای ما را در برنامه زنده پخش کنیم. میخواهم در باره ناعدالتی این ظالمان چند مطلب را بیان کنم. در ترکستان ثروتمندان بیگناه هستند و کمبغلان گناهکار. مثال ملاها را متهم بر زنا کردن زندانی کردن و بعضی را برای تبلیغ دین زندانی کردن. اما منصبداران یعنی کارکنان دولتی خودشان در هر کاری که خواهند میکنند. مثال یکی از کارکنان حاکمیت با لقب نصرت بیتوفیق میگوید که من 104 دختر جوان باکیره را تجاوز کردم. وقتی که شراب می نوشند مست می شوند، خودشان نقل میکنند گناهان خودشان را با افتخار، بلکه بین همدیگر با رئیس شهر فرغان‌تپه، برادر عروس رئیس جمهور ترکستان با نام حاجی امرالله رقابت یعنی مسابقه دارند در زنا با دختران تا 12 ساله. آیا اینها ناموس ما و رئیس جمهور نیست؟ و حال آن که چنین رئیس های ظالم بسیارند. تا به کی خلق تاجیک سکوت میکند؟ ما دیگر از مرگ نمیترسیم. جان ما را فدای اسلام میکنیم و خواهران اسلامی را دفاع میکنیم انشاءالله. من میخواهم که این کتابی کنستیتوسیا یعنی سرقانون ظالمانه جمهوری ترکستان پاره کرده به آتش کشیده شد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.